سلام دوستان، فرزانه‌ام، دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تهران. داشتم یه مقاله جذابی رو مطالعه می‌کردم. دوست داشتم که با شما شیرش کنم. مقاله از این قرار بود: پروفسوری به نام خانم الن لانگر در مورد نظریه ذهنیت، کانتر کلاکوایز، پیری معکوس، پژوهش‌های مختلفی انجام دادن که از نظر من و خیلی‌های دیگه خیلی جذابه. ایشون معتقدن که انسان در طول زندگی با بی‌ذهنی زندگیشو سپری میکنه. این موضوع خیلی جای فکر داره که چرا انسان زندگیش رو با بی‌ذهنی میگذرونه، سپری میکنه. من توی ویدیوی بعدی در این مورد قراره صحبت کنم. اگر که شما دوست داشتین، اگر که علاقه داشتین، خوشحال میشم که در مورد این قضیه تحقیق کنید. اینکه چرا انسان زندگیشو داره با بی‌ذهنی طی میکنه. اگر غیر این باشه، به شکل دیگه ای باشه، چه اتفاقاتی برای روان جسممون میافته. تا دفعه بعد، بای.